شیائومی بعد از عرضه سری محبوب ردمی نوت 13 مدل‌های 4G این گوشی‌ها رو هم با امکانات و قیمت کمتر برای کسایی که نیازی به اینترنت 5G ندارند معرفی کرد. اتفاقی که تو نسل 12 و 11 این گوشی‌ها هم اتفاق افتاد. امروز تو استدیوی دیجیکالا میزبان مدل 4G از ردمی نوت 13 پرو هستیم. گوشی که میتونه لقب بهترین گوشی 4G بازار رو به خودش اختصاص بده. طراحی و کیفیت ساخت. ردمی نوت 13 پرو با سرنگ مشکی بنفش و سبز وارد بازار شده. مدلی که برای بررسی در اختیار داشتیم سبز رنگی که رنگ جذاب و خاصیه. ضخامت بدنه گوشی حدود 8 میلیمتر و وزنش هم کمتر از 190 گرمه. پس با توجه به نمایشگر بزرگش گوشی نسبتاً جمع و جور و خوشدستی محسوب میشه که بخش بزرگیش رو مدیون لبه‌های باریک اطراف نمایشگرشه. بدنه گوشی با اینکه پلاستیکیه ولی خوش ساخته و وقتی با گوشی کار میکنید حس کار کردن با یه گوشی رده بالا بهتون دست میده. جلوی گوشی یه لایه شیشه گوریلا گلس 5 وجود داره که اگه گوشی از دستتون بیفته میتونه جلوی شکسته شدن صفحه رو بگیره. البته بازم نمیتونه جای یه محافظ صفحه رو براتون پر کنه. جالبه که بدونین شیائومی ادعا کرده که بدنه ردمی نوت 13 از گوشی‌های نسل قبل مقاوم‌تره، ولی با توجه به بودن یک کاور ژله‌ای تو جعبه گوشی زیاد روی این حرف حساب نمی‌کنیم. ردمی نوت 13 گواهی IP54 رو داره و تا حد کمی در مقابل آب مقاومه. یعنی اگه زیر بارون با گوشی کار کنید خراب نمیشه، ولی بازم نمیتونین اونو با خودتون به حموم یا استخر ببرین. حسگر اثر انگشت گوشی نوریه و زیر نمایشگر قرار داره که میتونه اثر انگشت دستتون رو با دقت و سرعت زیاد شناسایی کنه. البته میتونید از تشخیص چهره هم استفاده کنید ولی امنیت کمتری داره. صفحه نمایش و بلندگوها. ردمی نوت 13 پرو از نمایشگر 6.67 اینچی OLED با وضوح فول HD و نرخ نوسازی 120 هرتز استفاده میکنه. یکی از مزیت‌های نمایشگر اینه که 100% طیف رنگی DCI P3 رو نشون میده. یعنی میتونه رنگ‌ها رو با طبیعی‌ترین شکل ممکن تولید کنه. روشناییش هم حداکثر تا 1300 نیته که زیر نور مستقیم آفتاب هم صفحه رو خوانا نگه میداره. از نظر امکانات و تکنولوژی‌های روز ردمی نوت 13 پرو چیزی کم نداره. بالا و پایین گوشی دو تا اسپیکر استریو قرار داره که صدای بلند و نسبتاً با کیفیتی رو تولید میکنن. خوشبختانه خروجی صوتی 3.5 میلیمتری هم روی لبه بالایی گوشی قرار داره تا بتونین هر نوع هدفونی رو بهش وصل کنین. طبیعتاً ترکیب چنین نمایشگر و اسپیکری ردمی نوت 13 پرو رو به یه گوشی ایدئال برای تماشای فیلم و سریال تبدیل میکنه. ولی بیشتر از کیفیت تصویر و صدا این لبه‌های باریک نمایشگره که اونو جذاب میکنه. سخت افزار و باتری. ردمی نوت 13 پرو از تراشه G99 اولترا استفاده میکنه که یکی از بزرگترین تغییراتش در مقایسه با مدل 5G محسوب میشه. این تراشه قدرت کم و بیش خوبی داره و میتونه همه اپلیکیشن ها رو راحت و روون اجرا کنه. البته مناسب بازی های سه‌بعدی سنگین با حداکثر تنظیمات گرافیکی نیست. خبر خوب این که حتی ارزون ترین مدل از این گوشی هم 8 گیگابایت رم داره و موقع اجرای همزمان چند برنامه کند نمیشه. میشه گفت همه گوشی‌های امروزی از باتری‌های 5000 میلی آمپر ساعتی استفاده میکنن که با یه بار شارژ کامل تقریباً یه روز رو روشن نگه میداره. ردمی نوت 13 هم از این قاعده مستثنا نیست. میشه گفت رقابت سمت سرعت شارژ شدن باتریه. ردمی نوت 13 پرو از شارژ سریع 67 واتی پشتیبانی میکنه که توی جعبش هم شارژرش وجود داره و میتونه 0 تا 100 گوشی رو تو کمتر از 50 دقیقه شارژ کنه. ردمی نوت 13 پرو از اندروید 13 با رابط کاربری MIUI 14 استفاده میکنه. البته خیلی زود قراره به اندروید 14 با رابط کاربری جدید شیائومی یعنی هایپر OS آپدیت بشه. برخلاف سامسونگ که ادعا میکنه گوشی‌های جدیدش تا 4-5 سال آپدیت میشن، شیائومی صحبتی در مورد اینکه قراره تا چند نسخه دیگه این گوشی رو آپدیت کنه نکرده. دوربین. برخلاف همیشه این سری از دوربین سلفی گوشی شروع میکنیم که یه حسگر 16 مگاپیکسلی داره و توی یه حفره بالای نمایشگر قرار گرفته. با این دوربین میتونین عکسای سلفی خوبی بگیرین، ولی جزئیات تصویر رابطه مستقیمی با نور محیط دارن و فقط تو روز چین و چروکای صورتتون رو نشون میده.
حالت پورتری دوربین سلفی هم میتونه خیلی خوب محیط اطرافتون رو توی تصاویر سلفی مات کنه. اما بهترین بخش این گوشی رو برای آخر نقد و بررسیش نگه داشتیم. ردمی نوت 13 پرو به دوربین اصلی با حسگری 200 مگاپیکسل، بله 200 مگاپیکسل مجهز شده. یه موضوع جالب در مورد این دوربین 200 مگاپیکسلی وجود داره. تراشه G99 این گوشی حداکثر از سنسورهای 108 مگاپیکسلی پشتیبانی میکنه. واسه همین خروجی استانداردش 12.5 مگاپیکسله و اگه بخواین عکسایی با خروجی 200 مگاپیکسل بگیرین، گوشی 16 تا عکس رو با هم ترکیب میکنه تا یه عکس بزرگ و حجیم 200 مگاپیکسلی بسازه. به هر حال کیفیت عکسای دوربین اصلی این گوشی واقعا خوبه و میتونه با گوشی‌های گرونتر از خودش هم رقابت کنه. به لطف لرزشگیر اپتیکال تصویر، کیفیت عکس‌ها تو شب هم همچنان رضایت بخشه. این دوربین 200 مگاپیکسلی با یه دوربین 8 مگاپیکسلی اولترا واید و یه دوربین 2 مگاپیکسلی ماکرو همراه شده. دوربین ماکرو عملکرد جذابی نداره، ولی دوربین اولترا واید از چیزی که فکر می‌کردیم بهتر بود. اگه بخوایم یه ایراد روی دوربین این گوشی بذاریم، باید به محدود بودن وضوح فیلمبرداریش به فول HD اشاره کنیم و خبری از فیلمبرداری 4K نیست. جمع‌بندی: شیائومی ردمی نوت 13 پرو 4G نسخه ساده تری از مدل 5G محسوب میشه که چیزی حدود 20% ارزون تره. مدل 5G به عنوان یک مدل میان رده قیمت گرونی داشت و با این افت 20% مدل 4G ارزش خرید زیادی پیدا میکنه. ردمی نوت 13 پرو 4G کیفیت ساخت نمایشگر، دوربینا و باتری خوبی داره. اگه تراشه بهتری داشت به یه گوشی میان رده عالی تبدیل میشد. ولی با این وجود اگه دنبال گوشی میان رده و خوش قیمتی هستید، ردمی نوت 13 پرو 4G گزینه هوشمندانه‌ای محسوب میشه. فقط در نظر داشته باشید که اینترنت 5G کم کم داره توی نقاط مختلف ایران فعال میشه.